با علم به اینکه روتین پوستی هر فردی باید با افراد دیگه متفاوت باشه، ولی طبق مطالعات اگر که یک فردی مشکل خاصی نداشته باشه و پوست نرمالی داشته باشه و دنبال یک روتین ساده و خونگی ضد لک و روشن کننده پوست باشه، چه کار باید بکنه؟ اول صبح‌ها شستشوی صورت با یک شوینده ملایم هستش. بعدش استفاده از تونر برای یک نواخت کردن پی‌هاش پوستتون و آماده سازیش برای استفاده از محصولات مختلف. بعد از اون استفاده از سرم ویتامین C که روشن کننده هستش. بعد از سرم ویتامین C مرطوب کننده و آبرسان قوی میتونید بزنید و قسمت مهم مربوط به ضد آفتاب هستش که بعد از مرطوب کننده و آبرسان ضد آفتاب رو میزنید. اگه داخل منزل هستین میتونید SPF کمتر و اگر خارج از منزل هستین SPF بیشتر. وقتی که شب میخواین صورتتون رو بشورین، ابتدا با میسلار واتر پاکش بکنین و بعدش دوباره با شوینده شستشو بدین. بعد از اون تونر رو بزنین و بعد از تونرتون 3 بار در هفته میتونین از سرم هایی که حاوی آلفا آربوتین هستن استفاده بکنین که ضد لک هستن و بعدش مرطوب کننده و آبرسان بزنین. 3 روز باقی مونده رو رتینول استفاده کنین، سرم رتینول استفاده کنین و بعدش مرطوب کننده و آبرسان بزنین و 1 روز بین اینها رو هم به پوستتون استراحت بدین و فقط مرطوب کننده و آبرسان استفاده کنین.